دارم یا خدای من خراب شد، گند زدم تو گوز. ببین یه دونه چاقوی آشغال رو داغ میکنی، بعد اینجوری اینا رو میبرین. الان من یه دستی نمیتونم، خب دارم اینو یه دونه این سرشو میبرم. میخوام یه چیز این شکلی در بیاد اینجاش. خب تموم شد. فقط یه ذره مثلا ایناش اینجوری میشه. بعدش کل دور اینا رو که سفته ابر میزنم، بعد وسطش هم یه بالشتک میذارم، بعد آن دور اون ابرارم کلم یه پارچه خز میکشم. آخرش رو نشون میدم. وقتی رفتم خز خریدم میام نشونتون میدم. خب الان اومدم. بله به این ستاره توجه نکنید. الان اومدم میخوام که جای خواب پیشان رو درست کنم. هنوز واسهش اسم انتخاب نکردم. اینا که اون روز با هم درست کردیم. از این سبدای میوه بالاهاشو با چاقوی داغ بریدم، بعد اینجا رم یه دونه مثلا کوتاه‌تر کردم، پله مانندش کردم. خب یه نزنه نیاز داریم، پایینش هم مقوا گذاشتم. بعد پارچه نیاز داریم، هر پارچه‌ای بخوام. مثلا اینا چون نرمه دوست داره شبیه پتوه، من از اینا خریدم. بعد متری هم 150,000 تومان. بعدش پشم شیشه نیاز داریم حتما که یه بالش مانند میخوایم اینجا بذاریم، یا فوم بذاریم اینطوری از این فوم پلاستیکی، یا ابر که میخوام دور تا دور اینو ابر بزنم و پارچه رو بچسبونم و وسطش هم یه بالش مانند بذارم که قشنگ نرم بشه دیگه. اینم از این. بعد چسب نیاز داریم. بازی نمیکرد، الان بازیش گرفت. چسب تفنگی و قیچی. دیگه چی؟ همینا. یه دونه کلی توضیح بدم. شاید از موقع ساختشم فیلم گرفتن، شاید هم نتونستم فیلم بگیرم. حالا اگه فیلم گرفتم تو ادامهش میذارم. میخوام دور تا دور دیواره های اینو از این فومه ببرم بزنم، یعنی یه دونه داخلش یه دونه بیرونش. خب بعد میام این پارچه رو کلا اینجوری میکشم روش. خب اینجوری تقریبا این شکلی میشه. بعد یه دونه میبرم مستطیلی بالش مانند، دولا میبرم، اونا رو به هم میدوزم. نخ و سوزنم نیاز داره. نخ و سوزنم نیاز داره. نخ و سوزنم باهاش یه دونه بالش طور میدوزین دور تا دورشو، یکمش خالی میزنیم توش پشم شیشه میزنیم داخل این. تموم شد. جای خواب حاضر میشه. حالا من درست کنم، آخرش بهتون نشون میدم چه شکلی شد. برو بچه برو.
خب تا این مرحله پیش رفتیم، یعنی دور تا دورش از این فومه زدم. میتونیم ببینیم کل همه جاشو پر کردیم، حتی این سرش هم پر کردم. الان به اندازه این پارچه رو میندازم روش، ببینم چقدر نیازه. اینطوری پارچه رو میندازم روش، هر چقدر که نیازه میبرم. بعدش میام با چسب حرارتی دوباره قشنگ میچسبونمش، قشنگ طوری که صاف تیر بشه. اینجوری. بعد اینکه اینم تموم شد، این زیرش هم حتی میزنم. خب بعد داخلش بالش میتوزم بذارم. فعلا برم پارچه رو بچسبونم، بیام نشون بدم بقیه‌شو بهتون دیگه. بالشش هم یکم دیگه الان میبرم. خب من این پارچه رو بریدم. ما نگاه نکنیم، این پارچه یکم کثیف کاری داره. اینجوری علامت گذاشتم، میدوزم الان از داخل. بعدش میگردونم پرش میکنم. Masih ku panasan. Masih ku panasan dah masak. Nasi. Keşiş bezim. خب بچه اینم تموم شدهش. چسب دادم همه جاشو، چسب دادم. یکم بی‌سلیقه در اومده بعضی جاش، ولی معلوم نمیشه. وقتی که پارچه تدی باشه اصلا معلوم نمیشه، یعنی جایی که اشتباهی چسب زدی، مثلا پارچه افتاده رو پارچه و اینا، این چون اینطوری پرزیه زیر اون پرزا قایم میشه. بالشش هم گذاشتم، فقط بالشش رو یکم کج دوختم اینجاشو. سلام. با زمین خرسه رو گذاشتم اینجا که معلوم نشه. شما هم اگه دوست داشتین حتما درست کنین، چون که پیشانتون عاشقش میشه. فقط میاد روی میخوابه، دیدین دیگه تو ویدیو. مثلا گذاشتم زیر شوفاژ، گرم میشه، فقط روی اینه. بعد اگه درست کردین، اگه خوشتون اومد، سابسکرایب کنین، لایک کنین. سوالی هم داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین.